این نوبت گروه کاری برنامه آرمان به ناحیه دیوشتیچ تشریف آورد. اهل ایجاد برنامه آرمان در جماعت وحدت دهه دوردست بسمنده به عیادت باز یک کودک جراحی شده آمده است. پسرچی 14 ساله خوشروز اشورف تا این مدت 2 مرتبه جراحی گشته است. تشخیص مادرزادی دل تتراد فالو داشت. در حالت وزنین سال 2019 در بیمارخانه کسله‌های دل شهری دوشنبه و بعداً در شهر خوجند بستری بود. از سبب نارساگی کار دل لب و ناخن‌هایش کبودی بلند پیدا کرد. پسرچه در حالت بیهوشی قرار داشت. پس از گذرانیدن کنسیلیوم طبی آغاز ماه سپتامبر سال 2019 طبیبان برای بهتر نمودن کار دل به پسرچه فوراً مرحله اول جراحی را با گذاشتن انستماز بینی سیستموی گذرانیدند. آن زمان مادرش زاده ناحیه دیوشتیچ گلرخسار تختایوا در نزد بیمارخانه در حالت عصبانی و ناچاری قرار داشت. مدار سخنگویی نداشت. دلش ترس و وهم گرفته بود. خوشبختانه مرحله اول جراحی سنه 4 سپتامبر سال 2019 در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت با موفقیت انجام یافت. پس از گذشت جراحی کبودی‌های لب و ناخن‌ها اندکی پست شده. دل کودک برای جراحی نوبتی دل آماده گشت. پس از گذشت 2 سال به پسرچه مرحله دوم جراحی توصیه گشت. جراحی نهایی خیلی مرکب و خوفناک بود. از این سبب به کودک گذرانیدن جراحی در خارج کشور توصیه گشت. هیچ که گفتن دخونه. این خیلی بچه ها گفتن چرت من آبشی کردگی چرت بچه همین خیلی کردگی. یا نه که اینجیم کردگی نگفتم مسکو کردگی. مسکو کردگی اگر لوجش باشه مسکو برید. من گفتم من که از دست شما یگون جای دیگه نمیرم چون که من زبان روسی نمیدونم. من میرم و رو سرسون میشم. التماس که خودتون کنی گفتم. میکنم گفتن راضی باشتون با میکنم. خوفش های گفتن. نه که من وای بچه های کردگی من گفتن من تا حال یک گشتیم. صحت سلامت نغز اگر شما خواهید من عریضه تیتون میکنم. عریضه دادیم روز شدیم من کردم. خوشبختانه سنه 13 اکتبر سال 2021 با روزگی خطی والدین خوشروز اشورف را در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایتی سوخت جراحی نمودند. عملیات طبی زیاده از 5 ساعت دوام یافته با موفقیت گذرانیده شد. ارزش خراجات 2 مرحله جراحی در مجموع 42400 سامانی را تشکیل نمود که با کمک پولی مردم سخاوت پیشه دیار توسط فاند خیریوی آرمان پورا پرداخته شد. از فرصت جراحی تا این مدت همگی 2 ماه سپری گشته است. پس از گذشت جراحی پسرچه در مرحله برقرار شوی بوده. از گفت مادرش حالتش روز از روز بهتر می گردد. نغز اومد بعد 6 ساعت اومد دکتر گفتن آنچه بهتر شد. من کار کردیم از این روش احتیاط کنید 1-3 ماه. همین نقش شد برومدنش خورتم. هزار رحمت می آدمایی که من به یاردم کردن. مادرزاد همین کسل بودی. این کبود بوده که. سونی فهمیدیم ده که مادرزاد بسه دیر فهمیدم. کبود میشودی. حالا به دانش کبود میشد. سست میشد. بعد دکترای اینجا اول گفتن این قوی نه. مثال نمیشد. گفتن دیگه تتراد فالو بود که. اعتبار نداده گشتم من اول. سنف 4 شد. با یک دکتر دیگه نشون دادن. و یا گفتن همه چیز ترقی کرد دیگه. اینه باید که اپراسیون کنی. بعد نمیشد گفتن اول گشته با گفتن همه چیز ترقی کرد دیگه برای تو میشه گفتن. با من بردیم با خدا بشکرم میخ شد با من از اپراسیون بروم نخ شد برفت. من گذروندیم اپراسیون. خدا بشکر ناس بروم من ناس گشته است. کبوتیاش هم مشکوم شد. آنچه بهتر شد. خدا بشکر آنچه نخ شد بهتر. دیل زنیش هم دیگه شد. آنچه را بیش هم نخ شد. پیش مونده میشد. را میرفت نفسش میگشت. کم در را میگشت دام میگرفت میششت یک پایبه. کبود میشد و گشت با خودش رو میشد یک کم تر دام میگرفت. 1-2 منوت 3 منوت دام میگرفت. با میخیست کم تر را میگشت. مکتب برفتم مونده نقل نمیتونید. با من اپراس کردیم خدا بشکر من آنچه بهتر نقص. هنگاه ازرش من آنچه نقص. هزار رحمت آدمایی که من مثلا یاردم کردن. اما نگرده اخدو گرده. نتیجه آنچه بهتر شد نقص شد. شکر کردم که خدا داد یک برکت می‌کنه.
همینجور نیفتیم، پول نیفتیم، زیاد شدیم. شوهرم یک شافیور این آدمای ماشین همین پولی میگرفتی که اینا هیچ نمیشه. 700 سوم میگیره بشه. گو 4 تا بچه که خیلی زندگی. رحمت. هزار رحمت شما با. هزار رحمت می آدمایی که من به یادم کردم. مادر پسرچه گلرخسار تختایوه 14 سال اخیر از بیماری مادرزادی فرزندش خواطر بود. حالا باشد دلش آرام گرفته است. فکری بد از خیالش دور گشته است. دیگر از بیماری خوفناک فرزندش فکر ندارد و به آینده خوشروز با امید نیک نظر میکند. امید داریم که مرحله برقرار شوی نیز برای پسرچه به عوارض میگذرد و جوان در آینده حیاتی سالم و آسوده حالانه به سر میبرد.